طیارات بدون پیلوت ایالات متحده برای اکثر پاکستانی ها از محبوبیت خاص برخوردار نیست، اما این طیارات بدون پیلوت جنگی بر فراز پاکستان نقش عمده را در جنگ افغانستان ایفا می کنند. مقامات امریکا ادعا می کنند که طیارات بدون پیلوت رهبران القاعده و طالبان را که فرار نموده و به پاکستان پناه می برند هدف قرار می دهد. ولی تنش پاکستان با ایالات متحده در حال افزایش است. روابط دو کشور در ماه مارچ زمان تیره شد که پاکستان یک قراردادی CIA را به اتهام قتل 2 پاکستانی در شهر لاهور دستگیر نمود. ایالات متحده ادعا می‌کرد که ریموند دیویس مسئولیت دیپلماتیک داشت و در دفاع از خود اقدام کرده است. همچنان در ماه مارچ یک راکت پرتاب شده توسط طیاره بدون پیلوت 40 شورشی را در وزیرستان به قتل رساند. حال پاکستان خواستار توقف طیارات بدون پیلوت و کاهش افراد CIA گردیده است. این تقاضا در حال صورت می گیرد که رهبران هر دو کشور برای بهبود روابط تلاش می کنند. سخنگوی CIA گفت لیون پنیتا رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده به روز دوشنبه میزبان مذاکرات باز و سازنده جنرال احمد شجاع پاشا همتای پاکستانی خود بود. او علاوه نمود که روابط بین ادارات استخباراتی دو کشور مستحکم باقی مانده است. من فکر میکنم پاکستانی ها سعی میکنن بالای این موضوع کنترل بیشتر داشته باشند. کریستین فیر در پوهنتون جورج تاون امنیت آسیای جنوبی را تدریس میکند. و میگوید پاکستانی ها دوسیه دیویس را وسعت میدهند تا بتوانند این موضوع را که طیارات بدون پیلوت بر فراز کدام مناطق پرواز و کی را هدف قرار دهد بهتر کنترل کنند. طیارات بدون پیلوت در ابتدا برای آنان یک وسیله بد جنگی، مخفوفترین وسیله جنگی در جهان بود. بعداً گفتند خب اگر ما آن را استعمال کنیم آنقدر وسیله بد هم نیست. حالا میگویند چقدر خوب خواهد شد اگر ما خود ما طیارات بدون پیلوت داشته باشیم. خانم فیر میگوید سوالی وجود ندارد که پاکستان آنقدر به طیارات بدون پیلوت نیاز دارد که ایالات متحده به پاکستان نیاز دارد، اما این امر برای وی با تراوت بود که ببیند پاکستان در مورد شمولیت امریکا در آن کشور صادق است. در گذشته رهبران پاکستانی در محضر عام از امریکا استقبال نموده اما در خفا شکایت نموده است. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.